دوستان، مثلا هستم در یکی از ویدیوهای ما خوش آمدین. موضوع ویدیوی امروز من راز بین اعداد 3، 6 و عدد 9 می باشه که این اعداد راز بین این اعداد نیکو تسلا کشف کرده. از این خاطر این اعداد به نام اعداد تسلا نیز یاد میکنن. اعداد تسلا منظورش از امو دانشمند یا بهتر بگیم فیزیکدان امریکایی است که نامش نیکو تسلا است و این را خلاصه تر کردن میگن اعداد تسلا. خب این سه عدد که هست این منظور از اعداد 3، 6 و عدد 9 می باشه. این سه عدد خود نیکو تسلا درباره این سه عدد اتو گفته که این سه عدد اگر ما یعنی درک کنیم این سه عدد باعث میشه که درب مخفی کائنات باز کنیم، یعنی که ما میتونیم به هر چیز یا هر خواسته ای که داشته باشیم دسترسی پیدا کنیم. خب حالا برای شما یک آموزش میتونم تا یعنی بفهمیم چه قسم از این اعداد استفاده کنیم. اولتر از همه باید این اعداد را درک کنیم و یک خاصی کاملا روشن و آشکار داشته باشیم. یعنی به طور مثال ما نمیتونیم بگیم که من 5 میلیارد من میلیاردها پول میخواهم، این اشتباهه. اما اگر بگیم من 5 میلیارد پول میخواهم، این یک روشن و آشکار است، یعنی مشخص کردین چقدر پول میخواین. همه قسم اگر بخواین موتر داشته باشین باید مشخص کنین که موترم چه قسم مدلش باشه، رنگش چه قسم باشه، شیپش، همین تمام چیزهایش، یعنی حتی کمپینی همه چیز باید دربارهش مشخص باشه. باید یک موضوع کاملا روشن و آشکار مد نظر خود بگیریم و باید در همون جمله خود کلمه میخواهم آمده باشه و این کار که ما انجام دادیم. خب این کار که ما انجام دادیم در روی یک ورق امی خاصی خود نوشته میکنیم. مثلا من 5 میلیارد پول میخواهم. خب این از امروز اصلا شروع نمیکنیم و ورق در یک گوشه کنار میذاریم و باید بعد از اینکه ما نوشته کردیم بگیم از کائنات تشکر میکنم و سر از صباحش آغاز میکنیم و حدود 21 روز در بر میگیره تا ما بتونیم به خواسته خود برسیم. خب ما آغاز میکنیم سر از فرداش که فرا رسید فقط کافی است که ما همین چیزی که یعنی نوشته که کردیم میخواستی که داریم در روی یک ورق صبحش 3 بار نوشته کنیم. باید منظمان نوشته کردن ما از 17 ثانیه کمتر نباشه و بعد از اینکه ما او را نوشته کردیم باید ای را همه قسمی که 3 بار یک جمله نوشته میکنیم همه قسم باید 3 بار اینمی جمله خود تکرار کنیم. اونطوره که یعنی هر 3 بار که نوشته کردیم یعنی فقط یک بارش 3 بار تکرار کنیم، این قسم 9 بار میشه سر مجموع. باید ما یعنی هر 3 اون چیزی که نوشته کردیم اون چیز باید دوباره پیش خود یک تکرار کنی و بعد از اون درست 17 ثانیه ای را تصور کنید در ذهنت. یعنی باید کاملا احساس کنید در امون ثانیه در امون لحظه هستی. بعد از اینکه این کار را هم انجام دادیم بریم سر مرحله دوم مربوط به چاشت میشه. مرحله دوم که مربوط به چاشت میشه ما وقتی که چاشت فرا رسید یا ظهر رو گفته میتونیم کافی است که ما امو خواسته خود 6 بار در روی یک ورق نوشته کنیم. بعد از اینکه این خواسته خود 6 بار نوشته کردیم باید درست مثل امو صبح واری فقط همو کارا رو انجام میدیم